ما علما رو میشناسیم هیچ کدامش نبرده. او دیگه او رسانه‌های غرب زده و غربیا که تبلیغ میکنه او گپ خودشان است. ما اینجا شاهد حمله بودیم. اینجا حمله شده. تفاوت بین سالهای گذشته و امسال چی بوده؟ از بس که ناامنی بود در حکومت‌های قدیم که ما حاضر شدیم که خود ما بچه‌های ما در سر بمبا سلاح از حکومت میگرفتن، از حکومت بعد امنیتمون رو خود ما میگرفتیم. حوزه پلیس، حوزه سوم پلیس، حوزه سوم استخبارات، قطعه 01 زیاد تدابیر امنیتی گرفته بودن در ساحه. از این حکومت از این نظام کرده از این سر دیگه نیست. بزرگترین مرکز مثلا امی عزاداری در ایام محرم امی زیارت سخی است. اما نقاط آسیب پذیر پست انداختن، مسئولین امنیتی رو در ساحه توظیف کردن. نسبت به سالهای گذشته امسال چطور بود؟ امسال زیاد بود تجمع مردم؟ امسال یکی از سالهای بسیار خوب بود. هم مردم ما در مراسم عزاداریشان خوب رسیدن. مسیر امنیت بود، مجاهدین در خدمت مردم بود. امسال تدابیر امنیتی نسبت به سالهای دیگه بیشتر و خوبتر بود. به همون خاطر زائرین از سر تا سر کابل چی که از ولایت ها اینجا آمده بود امسال. د بخونکي او مهربان ذات په سپیڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو نن زه د کارتې سخي سیمې ته راغلی او دا د سخي شاه مردان روضه ده. دا روضه د کابل د درېیمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې دلته جوړه شوې ده او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د محرم 11 ده او د عاشورا ورځ پای ته رسېدلې ده. ومو غوښتل چې دې روضې ته راشو او د دې روضې له مسؤلینو سره د امنیتي تدابیرو په تړاو باندې خبرې اترې وکړو. ځکه څو ورځې وړاندې کله هم چې تېره ورځ البته کله چې هم مخابراتي شبکو یا مخابراتي شبکې بندې شوې وي او د امنیت په خاطر باندې دلته دغه چاره ترسره شوې وه او امنیتي مسؤلین هم دلته د محرم له لومړۍ ورځې څخه تر دې دمه پورې دلته ولاړ وو، خپل امنیتي تدابیر نیولي وو. نو په دغه دوران کې چې کله هم مخابراتي شبکې بندیږي، ځینې مغرضې رسنۍ، ځینې افواهات او شایعات په نشر باندې رسي چې ګواکې په کابل کې امنیتي ځواکونو ځینې اهل تشیع علما او روحانیون دوی نیولي دي او حوزو ته یې وړي دي او له هغوی سره بد چلند ترسره شوی دی او یا هغوی وهل شوي او ټکول شوي. موږ وغوښتل چې دلته راشو د دې روضې له مشر سره او له مسؤول سره او همداشان د دې روضې له خادمینو سره د امنیتي تدابیرو په تړاو خبرې وکړو او مشخصا په همدې موضوع ورسره ووایو چې اصلي حقیقت څه دی او دلته څه موجود دي او څومره خدمات د امنیتي ځواکونو له لوري دلته وړاندې شوي دي. ډېر د ورورۍ او دوستانه فضا کې دلته دغه مراسم ترسره شوي دي او له نیکه مرغه چې په ټول هېواد کې یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې او موږ په دې باندې د خدای تعالی څخه ډېر شکرګزار یو، له خپل امنیتي ځواکونو څخه ډېره مننه کوو. ورځو وخت مو ډېر نه نیسو، همدې ورونو سره خبرې اترې کوو. خپرونه تر پایه وګورئ.
درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي په خیر راغلی خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ کارت سخي کې ولاړ او د سخي شاهي مردان روضه ده د دې روضې مسؤل له ما سره ولاړ دی آغا صاحب له آغا صاحب سره به زه د دې روضې په تړاو همداشان کوم مراسم چې د عاشورا څو ورځې وړاندې پیل شوي وو په لومړي د محرم باندې شروع شوي او نن 11 د محرم چې دغه مراسم ټول پای ته رسېدلي په امنیتي وضعیت باندې به ورسره غږیږو او همداشان د دوی په مراسمو به غږیږو چې سږ کال د دوی مراسم څنګه وو. السلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم، خوش آمدید. خوب است؟ تشکر. بخیر هستید؟ در اول اگر یک معرفی عمومی از خود داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا من حسین منی. با اجازه شما بزرگا بنده اینجا رئیس روضه سخی شاهی مردان کابل هستم، خدمتگار شما، مهربانی کنید. قربانتان. نامتان چیست؟ سید یاسین علوی هستم. سید یاسین عالمی. امسال روز عاشورا تقریبا اول محرم شروع شد این مراسم شما تا فعلا چه قسم گذشت تدابیر امنیتی و همینطور تجمعای مردم اهل تشیع چطور بودن امسال؟ امسال بسیار به وجه احسن انجام شد مراسم عزاداری حسینی دیگه. زائرین هم عزادارا زیاد شرکت کرده بود. دلیل اضافه شرکت کردن زائرینی بود که امنیت بیشتر در ساحه تامین شده بود. از نگاه امنیت اینجا خیلی با وجه احسن بود که زائرین زیاد شرکت کرد اینجا. بسیار خوب. اگه ایره برای ما بگوین که از جای دیگه مردم میاین اینجا به خاطر عزاداری و همین مراسم یعنی؟ زیارت سخی یک مرکز عمومی است از تمام شهر کابل. اینجا عزادارا میاین روز هفتم روز دوم شرکت میکنه از اول محرم تا روز دهم. خب نسبت به سالهای گذشته امسال چطور بود؟ امسال زیاد بود تجمع مردم؟ تجمع مردم زیاد بود. حوزه پلیس، حوزه سوم پلیس، حوزه سوم استخبارات، قطعه 01 زیاد تدابیر امنیتی گرفته بودند در ساحه که حتی خانه هایی که در امجوار زیارت سخی همه را تلاشی کردند، بررسی کردند که خدای نکرده کدام حادثه پیش نبیه. همه نقاط آسیب پذیر پست انداختن، مسئولین امنیتی را در ساحه توظیف کردن که ما فضل خداوند احساس امنیت کردیم و با وجه احسن مراسم برگزار شد. مردم هم خوب بود، خیلی شرکت کرد. از طرف مسئولین امنیتی ما کدام اذیت و آزار یا تهدید یا به خاطر از اینکه زودتر شوین یا جمع کنین یا ساعتی برای ما تعیین نشد که این وقت شب شما دروازه را بسته کنین یا نگذارین زائرین. دیگه ما راضی هستیم از پرسنل امنیتی، از حکومت زیاد تشکر میکنیم، مخصوصا از حوزه سوم پلیس و از حوزه سوم استخبارات. آمرین شب و روز اینجا از اول محرم تا دهم آمرین شب و روز اینجا بودن و از قطعه 01 که حاجی صاحب تاکل رهبریش داشت، رئیس ارکان شب و روز اینجا بودن. از اونها هم تشکر میکنیم. یک جان سپاس. زنده باشین، بخیر باشین. موضوع را شما اشاره کردین از نگاه امنیت امسال خوب بود و زائرین هم زیاد تجمع داشتن و زیاد هم آمدن. سالهای گذشته مردم شاکی بودن، شکایت داشتن که مثلا ما نمیتونیم بدل جمع بریم با امو تکیه خانه خود و تجمع داشته باشیم. امسال انشالله روزهای اول هم که ما آمدیم در دروازه امیر روضه منصوبین امنیتی استاد بودن و امو فعالیت خود را داشتن و مردم هم که میدیدیم تجمع بسیار خوب بود. به نظرتان که تفاوت بین سالهای گذشته و امسال چی بوده؟ امیر اگه مشخصا بگید. ایران مردم هم دیدن که حرف من نیستن که امسال زائرین خیلی زیاد شرکت کرده بود. تعداد عزادارا از روز هفتم هم اینطور بود. روز دوم که روز عاشورا بود اصلا در صحن روضه جای نبود. از تعداد زائرین زیاد بود که به سختی جای میشد اینجا. این نمادی از تدابیر امنیتی است که امنیت برقرار بود، مردم احساس امنیت میکرد و زائرین زیاد شرکت کرده بود. تشکر بسیار زیاد. یک چیز که رسانه‌هایی که مخرب هستند یا رسانه‌هایی که بیرون از کشور فعالیت دارن، بعضی از نشراتی را داشتن که میگفتن
بعضی از روحانیون اهل تشیع در این کابل دستگیر شدن و مسئولین امنیتی او را خواسته بودن به حوزه ها. این موضوع چقدر درست است؟ این واقعیت داره؟ یعنی فعلا که ما و شما ایستاده هستیم یک جای بسیار مرکزی است. در این جای تو پیش آمده بود یا نه؟ در این صاحب ما کسی رو یاد نداریم. تا جایی که ما علما رو میشناسیم هیچ کدامش نبرده. او دیگه او رسانه‌های غرب زده و غربیا که تبلیغ میکنه او گپ خودشان است. تا جایی که ما علما رو میشناسیم و خبر دارم، ما شب روز زمین جستیم کسی رو نگفته که فلانی عالم برده یا مثلا در اسارت برده یا دولت به حساب چی برده. همینجا شب روز منبر است، بچهای آقای حجت میخونه، سخنرانی داره. کس که با اونا چیزی نگفتن یا از منبر پایین کده باشه یا چیزی گفته باشه. شما اینجا مسئول هستین بله. و مسئولین امنیتی که میان اول با شما روبرو میشن یا با شما میشینن، از هر موضوعی بله که باشن بله. با شما شریک بله. میسازن. شما از این موضوعات خبر دارین. برخورد نیروهای امنیتی، مثلا شما میرین پس میرین عزادارا میایین، برخورد اینا چطور بوده؟ برخورد اینا بسیار محترمانه بوده. حتی یگان بار و خوراک کبابی که موتر وسایط نقلیه اجازه نبود که بیایه، ما با آمرین از اینا تماس میگرفتیم و اینا مخابره میکرد، به وجه احسنمون بار انتقال میداد، میامد تا اینجا از قبیل آب خوراک کباب که برای ظاهرین اینجا تدارک دیده شده بود اجازه میدادن که بیایه. حتی ما خود بارهایی که مربوط روزه میشد خوراک کباب یگان مخابره یگان تلفنی که به آمرین میکردیم، باز اونا به بسیار وجه احسن امور اعلام میداد میامد اینجا. ما از خدمات اینا از همکاری اینا راضی هستیم. تشکر بسیار. بخیر باشید. قربانتان. تشکر. بخیر باشید. درنو لیدونکو، تاسو د همدې روزي مسؤل خبري واوریدل. دلته دوی د دې روزي مشري پر غاړه ده او موږ وغوښتل چې د دوی سره د همدې موضوعاتو په تړاو خبرې وکړو چې په اوس وختو کې په خواله رسنیو کې ډېرې راپورته کیږي او ډېری هم په ټولیزو رسنیو کې ځینې پرې بحثونه کوي. د امنیت موضوع له نیکه مرغه چې د کابل په ګوټ ګوټ کې ډېر په منظم شکل باندې نیول شوی. یوازې دا سیمه نه، که هرې سیمې ته لاړ شئ تاسې له دغه ورونو سره وغږیږئ او په تیره د عاشورا په دې شپو ورځو کې د دوی امنیتي تدابیر په سترګو باندې ښکاري، له هر ځای له ورایه ښکاري. دا یو داسې موضوع نه ده چې پټه موضوع یو له نیکه مرغه چې دوی هم راضي برېښي او خدای تعالی دې وکړي چې همدغه شان موږ د امن په فضا کې د ورورولۍ په فضا کې هر هغه څه چې د هیواد په داخل کې لرو او هغه څه چې زموږ د دغه ملت عقاید دي هغه ته د یو بل په احترام کې او همداشان دوی د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دلته خپل مراسم په ښه شکل باندې ترسره کړي. زه له دې نورو ورونو سره هم کوښښ کوم چې خبرې وکړم. السلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. خوب هستین؟ خوش آمدین. تشکر. بخیر بخیر باشین. باشید. تشکر. قربانتان. نامتان چیز بیاد؟ عزیز الله. حاجی عزیز الله. حاجی عزیز الله. حاجی صاحب عزیز الله از روزای اول دیگه تا به حال اینجا هستین؟ بله، من تقریبا حدود 20 سال از اینجا هستم. 20 سال. 20 سال میشه ما در این زیارت اینجا سقاخانه داریم، هیئت داریم، 20 سال از فعالیت میکنیم. یعنی 20 سال از خدمت میکنید بله. شما. امسال چطور بود روزهای اول که شروع شد محرم تا فعلا؟ شما در اینجا هستین، هر چی به چشم خود میبینید؟ از هر لحاظ ما که 20 سال از اینجا هستیم، سال به سال، حالا سال اولی که امارت اسلامی در اینجا آمد پیروز شد یک مشکلاتی بود، سال دیگه بهتر شد، سال دیگه بهتر شد. امسال یکی از سالهای بسیار خوب بود. هم مردم ما در مراسم عزاداریشان خوب رسیدن، مسیر امنیت بود، مجاهدین در خدمت مردم بود، کل چیز خوب بود. ما در قدیم در گذشته در حالت قرار گرفتیم از بس که ناامنی بود در حکومت‌های قدیم که ما حاضر شدیم که خود ما بچه‌های ما در سر بمبا سلاح از حکومت می‌گرفتن، از حکومت وقت امنیتمون رو خود ما می‌گرفتیم. از بس که ناامنی بودیم ما در اینجا شاهد حمله بودیم، اینجا حمله شده. این یک روزه خورد نیست، روزه بزرگ است دیگه. مرکز تشیع در داخل کابل، مرکزیت عزاداریای تشیع در داخل کابل در روزه سخی شاهی مردان میشه. سخی شاهی مردان باز نام هم داره دیگه. فقط در وسط کابل، در کل افغانستان و بعضی دیگه کشورهای دیگه هم دیگه. سر و جان ما فدای سخی شاهی مردان.
بسیار یک جای خوب است و ما هم که می آمدیم اینجا دوستا و رفیقا را می دیدیم، می آمدن با دلگرمی همینجا اشتراک می کردن. یعنی واقعا میگم یک امنیت خوب، یک رفتار خوب از مجاهدین، از کلشون، از کل نیروهای پرسنل امنیتی، چی در استخبارات است، چی در پلیس است، در داخل حوزه هاست، واقعا رفتارشون با ما، با مردم بسیار عالی، ملایم. افتخار میکنیم به این که افغان هستیم و یک حکومتی که در او کل چیز، انصاف، شرف، حیثیت، امنیت، کل چیز در وجود داره. ما این پشت مایک نمیگیم، در بین مردم خودم میگیم، در بین جوامع خودم میگیم، در بین رفیقای خودم میگیم. از این حکومت بهتر برای مردم افغانستان نیست. چون از خود ماست. اگر ما را یک وقت سیلی هم خدای نخواسته میزنه درد نداره. اینجا جای بیگانه ها نیست، اینجا جای غربی ها نیست، اینجا سرزمین مسلمان هاست، اینجا سرزمین غازی هاست، اینجا سرزمین بر دیگر. حاجی صاحب، من یک چیز در پایتان متوجه شدم. وقتی که ما میگیم صحبت میکنیم، استاد میشیم، شما دوستای دیگه که در شهر کابل زندگی میکنن و فعلا هم که این روزایی که شما روزای مقدس بود نه؟ بله. اینجا که می آمدیم تجمعات را داشتین و امی تو همدلی و همدردی و محبت و دوستی و با گفته ما که ورور بله. در سالهای آینده اگر ما همه قسم باشیم، به نظرتان که امی بعضی هم که ناراضی هستند، به نظرتان چطور بود امی رنگ و رخ وطن ما چه قسم خواهد؟ من میگم اگر شما یک کم دقت کنین به عقب برگردین به تاریخ، شما روز اولی که حکومت تغییر کرد و برادرای عزیز ما آمدن مجاهدین پیروز شدن، از او وقت حال یک دقت اگر بکنین، یک برگشت بزنین ببینین که چقدر تغییرات آمده، چقدر مردم راضی شدن، چقدر رضایت مردم شدن. وقتی برای ما مشکل امنیتی نباشه، پیشرفت باشه، ما طرفدار پیشرفت کشور خود هستیم، در دست خود افغانیای ما، چی پشتون باشه، چی تاجک باشه، چی ازبک باشه، چی فرق نمیکنه، فقط از این سرزمین باشه، ما خوش داریم که در دست از یا پیشرفت صورت بگیره و این امکان داره 100%. ما قبلا هم نشان دادیم، بدون شک 100% امکان داره، قبلا هم نشان دادیم، سال به سال بهتر میشه و مطمئن باشین که اگر به این منوال پیش بریم که همه امکانات برای مردم میسر باشه، از این حکومت، از این نظام کرده، از این سر دیگه نیست. بدون شک هر چی از خود ماست، هر چی که از کم است، زیاد است، فعلا امنیت است، از خود ماست. شکر میکشیم. الحمدلله. ما قبول داریم. خدمات انجام میشه، چقدر سرکا کشیده شده دیگه. در قسمت بازسازی چقدر کار شده. مردم مقایسه کنه با 20 سال گذشته. ولی مردم وجدان مردم کس گرفته نمیتونه. بدون شک. قضاوت مردم. بدون شک. تشکر. بخیر باشید. و این عزت است که خداوند در ما شما داده از دین ما. الحمدلله. خدا را شکر بکشیم. همیشه در هر حالتی که هستیم کسایی که در اینجا خدمت میکنن وطن دارای ماست. بله. و کسایی نیستن که خارج آمده باشن. سالهای گذشته ما میگفتیم و هر چی که از کم است، زیاد است، بیش است، زحمت میکشن، همینجا قربانی میتن. این برای ما همه چیز است. برای ما اصلا نمیتونیم برای یک حد خوبی تعیین کنیم، از بس که خوب است. یک توصیف از او کردن نمیتونیم، یک واژه را پیدا کردن نمیتونیم که برش بگوییم. واقعا هر چی از خود ما خوب است. بدون شک. زنده باشید. قربانتون. زنده باشید. بخیر باشید. درنو لیدونکو، د حاجي صاحب خبرې هم تاسو واوریدل. مشران نور هم دلته موجود دي او دغه مراسم د عاشورا پای ته رسیدلي دي، خو دوی لا هم دلته په همدې روضه کې موجود دي. د همدې روضې یو څو انځورونه ګورئ، بیا هم له تاسو سره
بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. همدلته په همدې روضه کې ولاړ یم. ورځم داخل ته له هغو وروڼو سره چې دلته کلونه اوسېدلي دي. له دوی سره د همدې عاشورا د ورځو په مناسبت همداشان د دوی تدابیرو په مناسبت باندې ورسره خبرې اترې کوم. ماشاءالله ډېر ښایسته مزین جوړ شوی دی او ډېر یوه ښایسته فضا ده. بیرون هم چې راځي نو ډېر یوه ښکلې منظره ده او دلته نو دغه ورونه همیشه راځي او دلته اوسیږي. السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله. خوب است؟ بخیر هستید؟ شکر الحمدلله. حاجی اشرف هستم، یک تن از خادمین افتخاری در ایام عاشورا در زیارت سخی. بسیار خوب. حاجی صاحب خوب هستین؟ شکر الحمدلله. زندگی بخیر میگذره؟ شکر است الحمدلله میگذره. بخیر باشین. حاجی صاحب بیشتر ما یادآوری کردم گفتم که وقتی که میای داخل این روضه و داخل اینجا میشی یک جای بسیار مزین جور شده و بسیار یک جایی است که شاید زیادتر از مردم ها هم به دیدنش بیاید چون این جای بسیار یک جای مشهور است. درباره ساختنش اگه برای ما بگین که سالهای قبل ساخته شده یا فعلا هم یک کدام جایش زیارت سخی شای مردان خو بسیار قدامت، شاید براتون بگم که بالای 200 سال یا 180 سال داره که در از ایام قدیم قدمگاه زیارت سخی قدمگاه است اینجا، قدمگاه مولا علی همینجا است و از دوران بسیار قدیم خصوصا در ایام محرم در نوروز اینجا علم برداشته میشد و فعلا هم جریان داره و در مراسم عزاداری در ماه محرم یکی از پرشکوه‌ترین مراسم دمی زیارت سخی برگزار میشه. یعنی در شهر کابل بزرگترین در شهر کابل برات بگم که بزرگترین مرکز مثلا امی عزاداری در ایام محرم امی زیارت سخی است. بسیار خوب. در سالهای گذشته هم جنگای داخلی ما داشتیم و دورای دیگری هم داشتیم. این جای هم شما گفتین که خیلی قدامت داره، یک جای تاریخی است. اینجا هم آسیب دیده بود بس دوباره بازسازی شده چطور؟ این زیارت سخی در جنگای داخلی آسیب دیده بود. فکر ما تا زمان ما ساکن می کارتی سخی هستیم، متولدم اینجا هستم. تا زمانی که یادم یک گنبد داشت امی زیارت سخی که در جنگای داخلی کم بیش آسیب دیده بود و بعد از امی خیرین از این منطقه با کمک دوستا و خودشان همین زیارت سخی مکمل ترمیم شده بازسازی شد. قسمی که شما میبینین داخل امی کاشیکاری هایی که شده یا سنگ منظم و یک سنگ است که بیخی دل نشینه. این امی از امی مردم های امی منطقه از خیرین امی منطقه با کمک اونا امی ساخته شده. بسیار خوب. شما گفتین که خیرین امی روزای ماه محرم اول که شروع میشه، اول محرم تا دای محرم اینجا یک مراسم عزاداری می باشه و مردم می عزادار میایند اینجا جمع میشه. باز در مو روزا هم شما دارین خیرین دارین دیگه برای مردم غذا میارن و شما برای چی ما کلا نمونه میشه فکر نظر و خیرات. منظور ما می خیرات است برای خدا که دمی روز خیرات میکنیم و امی خیر نظرات برای کسایی میرسه که مستحق هستند. بسیار خوب. فعلا شما بیاین در کنار ما استاشن بیاده. فعلا که یک کم ذره وضع اقتصاد مردم خوب نیست و دمی ایام محرم نظر و نظراتی که ما داریم، خیر و خیراتی که داریم مکمل تقسیم بشه برای می کسایی که مستحق هستند. و فعلا در اینجا کسایی که مثلا در بازسازیشان امی زیارت سخی در بازسازی زیارت سخی سهم داشتن اونا هم هستن و مثلا در یک سمت خدمت میکنن. ما خودم معرفی کردم به اصطلاح خادمین از زیارت در ایام عاشورا. ما هم میاییم دمی سقه و خانه میزنیم امی روزای 1 و 2 و 3 و 4 نظر و شربت و چای برای مردم تیار میکنیم و روز دهم یک خیر و خیرات و نظر و نظراتی که داریم پخته میکنیم و تقسیم همین مردمایی که مستحق هستند و زایرینی که اینجا میاین بر زیارت همونا نوشجان میکنن و میرن. بسیار خوب. میشه می زیارت معرفی کنین که اینجا فعلا ما شما استاد هستیم کجاست و پیشتر چیز جور شده کلا میتونیم معرفی کنین؟ بریم به طرفشون. بیاین.
خب قسمی که اول برای شما گفتم خب اینجا قدمگاه زیارت سخی است. قدمگاه حضرت مولا علی است. خب اینجا همین زیارت قدمگاه قسمی که ما تاریخش شنیدیم. قسمی که ما تاریخش شنیدیم از زبان پدرای ما که در زمان تقریبا 170 سال پیش یا 180 سال پیش خرقه مبارکه از طرف سمت شمال می آوردن و دوی زیارت دمی منطقه زیارت سخی که اینجا دامنی علی آباد دو زمان نام نداشته دمیجا متوقف میشن هم شو می باشن شو که اینجا می باشن دوران نادرشاه فکر میکنم بودن شو که در اینجا می باشن و می بینن که دمی منطقه که یک سنگ است در بیرون همینجا یک آدم نورانی در حالت نماز است باز همی قصه را همی لشکریان میبره دم پادشاه وقت که ما دمت یک منطقه خرقه مبارکه که می آوردیم با امیت یک چیز ما مواجه شدیم که یکی هم نبوده چندین باز پادشاه همون وقت همین جره به اصطلاح همین گنبدش ساخته بود که همین عکس 150 سال پیشش در صفحات اجتماعی هست که بسیار یک گنبد روزای اول که اینجا ساخته میشد که نمیفهم که در زمان کدام عکاس خارجی عکس گرفته ولی از همون که فعلا پیش خود موجود است و در صفحات اجتماعی هم هست که یک گنبد بوده یک گنبد بوده و شاید و گنبد تا دوران امان الله خان بوده باز در دوران امان الله خان زن امان الله خان خانمش باز آمده امی گنبدی را ساختن که تا سالهای 71 همون گنبد پابرجا بود که یک گنبد بود و بعد از او فعلا که میبینین وسط که یافته ای از طرف خیرین از این منطقه ای ساخته شد بسیار خوب میبینیم که اینجا یک پنجم است و در باره ای هم باید صحبت کنیم که این نماد چی است و ای است ما خوب شاید او قدر معلومات نداریم نماد شرعی شو ما کدام معلومات زیاد ندارم خوب و معلومات ما این قدر است که همیر از قدیم میگفتن که جا به دست حضرت علی است خوب آدم سنگه که جا به دست دست خودم مانده که مانده ولی دقیقش نمیفهمم شاید همین گپ باشه یا نباشه ولی ما چون همه تو شنیدیم و این ایره علامه که میبینین این علم در اردو علم میگه ما بیرق میگه اردو پرچم میگه عربی علم میگه ما بیرق این بیرق است که درش نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله این را یگان اجتماع میگیره که یک چیز میگه یک پایه راست این چی است یا خصوصا در ماه در سال نو در نوروز که ما جنده رو بالا میکنیم ما جنده میگیم یا بیرق بگیم یا علم بگیم کلش یک چیز است در روز اول سال نو که ما این بیرق بالا میکنیم در این بیرق نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله که در شروع سال در روز اول سال ما این بیرق بالا میکنیم که انشاءالله تا آخر همین سال بیرقی که درش لا اله الا الله محمد رسول الله است همه تو برافراشته باشه بسیار خوب یک معلومات بسیار جامع داده چون امیر کسا اشتباه میگنن بسیار خوب که امیر نمیفهمن دقیق مردم بفهمن که موضوع اصلا چی است شما هم از داخل که می آمدیم یک جایی بودیم و کلی شما صحبت نکردیم خب شما از همین روزای محرم که شروع شده تا فعلا چی را دیدین و چی متفاوت بود از سالهای گذشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسم از برات علی باشنده این منطقه. دیگه این سال اگه میگید این سال نسبت به سالهای دیگه جمع جوش سخی زیادتر بود. در ایام عاشورا از روز اول عاشورا تا همین شب که تیر شد شب 10 عاشورا دیگه نسبت به دیگه سالا خوب جمع جوش زیاد بود، زایرین زیاد بود، خدمتگاران شکر زیاد بود. خوب همگی زیاد بود. دیگه تدابیر امنیتی هم تا جای و خوب بود، تا جای و صحیح بود. مردم زیاد می آمد از سایه. یک چیزی را که در اول که ما آمدیم همین مسئولین همین روزه که بودن میگفتن که از سالهای گذشته این سال بیروبار زیاد بود و دلیلش هم امنیت کامل بود که در این منطقه گرفته شده بود از طرف مسئولین
بله. سالهای گذشته یک قسم امنیت داشتین شما، یعنی در همین روزه که شما سالهای زیاد است که در اینجا هستین و فعلا ما شما ایستاد هستیم، سالهای گذشته یک قسم امنیت دیده بودین شما؟ سالهای گذشته هم امنیت خوب بود، در حد خودش خوب بود، اما امسال تدابیر امنیتی نسبت به سالهای دیگه بیشتر و خوبتر بود. به همون خاطر زائرین از سر تا سر کابل چی که از ولایت ها اینجا آمده بود امسال، از ولایت پروان آمده بودن، از ولایت میدان آمده بودن، از ولایت بامیان آمده بودن، از ولایت ها زائرین زیاد بود. خلاصه یعنی نشان دهنده ای است که انشالله مردم دیگه مطمئن هستند از نگاه هرچی. نگاه و شکر امنیت خداست که مطمئنن. ما مردم ما شما میتونن که به دل جمع میاین مراسم خود را در اینجا برگزار میکنن و هر چیزی که هست از خود ماست. بله، شکر بله، خدا و در هر حالتشان شکر بکشیم. فعلا بله. که ما میبینیم روبرو یک شمشیر علی ابن ابی طالب. بله بله، این امی ذوالفقار حضرت علی است، یعنی یکی از نشانهای حضرت علی امی ذوالفقارش است که حضرت علی در جنگ‌های جنگ‌های خودش داشتم که در بک‌گراند ما شما خوب بش بیاید. خب این بالای سر که میبینین این اسم حضرت علی است، کنیه حضرت علی است دیگه. امی شمشیر خود حضرت علی است، به همون اساس این جور کردن به نام ذوالفقار، ذوالفقار حضرت علی، یعنی این شمشیر دو سر غیر علی دیگه کس نداشته دیگه. و این نشانی چی است؟ این نشان فتح علی است که کل جنگا را با امی ذوالفقار حضرت علی فتح کرده. شجاعت حضرت علی، مردانگی حضرت علی. این شمشیر هم دیگه خدای پاک برش داده بوده دیگه. شمشیری است که کسی جور هم نکرده بوده، این ذوالفقار است دیگه. ذوالفقار غیر علی دیگه کس نداشته در دنیا. بدون شک زنده باشین. درنو لیدونکو د همدې سیمې اوسیدونکي دي او دلته اوسیږي او دلته کلونه په دې روضه کې تیر کړي دي او دلته خپل خدمات دغه د چې پر مخ باندې وړي. حاجي صاحب وایي چې 20 کاله تقریبا یا هم ډیر دلته دوی پیدا شوي دي او دلته اوسیږي او دغه د تر اوسه پورې خپلو خدماتو ته ادامه ورکړې ده. له دوی سره خدای پاماني کومه او بیا خپرونه هم از شما بسیار زیاد تشکر که ما از شما خوش شدیم، صحبت کردین و وقتتان دادین. قربانتان. خیلی خوش شدیم واقعا. قربانتان. زنده باشین، بخیر و عزیز. تشکر، بخیر باشین، زنده باشین، بخیر باشین. تشکر. درنو لیدونکو د دې زیارت په تړاو شاید تاسې ډېر معلومات د دغه ورونو له خولې اورېدلي. وقت هم ځینې تاریخي سیمې دلته د هېواد په داخل کې موجودې دي او ډېری خلک نو ځینې ځایونه چې دي هغوی عقیدوي برخه ګرځېدلې ده او دلته همغه خپل مراسم په ښه شکل باندې ترسره کوي. او له نیکه مرغه چې سږنی کال دغه د محرم میاشت له پیله تر دې دمه چې د عاشورا 10مه وه، د محرم تر 10مې پورې ډېر ښه په منظم شکل باندې دغه ورونو خپل ټول مراسم په ډېر شاندار شکل باندې دلته د امنیت په فضا کې ترسره کړي دي او له نیکه مرغه چې ډېری هېوادوال په اوس وخت کې د امنیت له اړخه ډېر ډاډمن دي. یو هغه څه چې ډېری پخوا له رسنیو کې موږ او تاسې ګورو هغه هم د هغه مغرضو رسنیو هغه پروپاګندونه دي او افواهات دي چې دوی غواړي په مختلفو شکلونو باندې خپلې مالي ګټې تامین کړي. درنو لیدونکو په دې هیله چې زموږ دا خپرونه تر دې ځایه کتلې وي او راټول شوي مطالب مو د پام وړ ګرځېدلي وي. تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. الله مو مل شي.